السلام علیکم رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان کانال دیتیاگور و نفرانی که از نوارهای کانال دیتیاگور دیدن میکنین، امیدوار هستم صحتمند باشین، تندرست باشین و دور از عافیت گزندها. برادران عزیز، ما در منطقه سر غار ناحیه شمس‌الدین شاهین همراه خود را بلد داریم. حمیدالله است همراه ما. خب نوار را تماشا کنین، از دوام شما لذت ببرین. تاتم همون کماری فرقو دادیدم. اونجا دامسته، اینجا دامسته، بعد با تایش تیل دارم. و برادرای عزیز شنویدین، تاتم درخته تاغا. تاتم درختی تاتم در بیماری های قند، فشار بلندی گفتیان تاغا. فشار بلندی، کم نوری چشم. کم نوری چشم. چشم ای نور میمونه، ای شیره همو چشم هم میکشم برای روشن کردن چشم. فایده داشته است. دیدین برادرو. اینجا پیوز هم داره. پیوز اصلا رنگ پیوزایی که خودمون میکنیم همو پیوز. همو پیوزایی نکی پیوزکش مایده. چی نمیکنن؟ چی میگن؟ پیوزک. پیوزک. بیخی نمیبندن. اگر که همو بو همو طعم یگون فرقیتی نداره هم پیوزای خودمون. یا پیوز یادیر. پیوز خودمون را پیوز کویش میگن، یا خیلی پیوز یادیرش میگن. مزه و لذت پیوز همه خونگی را داره. همتر تیز مزه. اگر ببری تخم شبو پوشی میبروه در همین خونه خودمون. برای همین برگ سبزش خوردن بسیار خوبه. یعنی بسیار همین خوردنی بابا. یا تخمش بیابی میپوشی یا که همین خونش سخت نکنی یا رزینک میبردیم اکرابی میبرویم. برادرای عزیز، چه خیلی که حمیدالله قید کرد، ما به پیوزک میچینیم و با مقدار کم میچینیم، اونقدر زیاد نمیچینیم که باز در طبیعت خلل نرسونیم. اما مقدار ضروریه که آش و آتله باوری را اما به قدر امکان بچشیم امسالش. باز با او خاطری که ما همه وقت در کوه پشتیم، در ادیرویم، از هر جانتری یک قوزه اگر بچینیم خودش گفتی کمپیرو یک فکله میشوه. طبیعت زنده، منظره سر غار. اصلا این وادی غمی دره. خیلی گفتیم هر قدم اینجا با خودش، هر یک تیپش، هر یک چیز با خودش نام داره. شاید این دره را دره چنارو بگن. برادرای عزیز، همین عمود علف طبابتی در منطقه های ما نام داره روشک. در دیگر منطقه ها نمیدونم چی نام داره. از این هم اوتله تیار میکنند، ما میگیم اوتله بروشک. خب این سال که من نرکین نیست هنی. خب بعد از داخلشون چی میبرورن؟ نرکین میبرورن. سالی که مردم کوهستان میگه یک سال نرکین یک سال ماتکین. از همین داخلشون یک هم خیلی به مثل چوب راست میبروره، تخم میبنده. شما بگین که در منطقه های شما چی نام داره همین؟
چی گفتی امید؟ زلفو صاحب چون چی؟ نرسش بعد است چی چیزی چی باشه نرست نه خوبترش نرستش یکم امو چیزای بیزیب نباشه گمش که بیویس او سنگش پرتیم کنم که این نه خدو قریب برفتاب گمش میترستی بود خوبترش هم ای بالا بگر نه با بالا را برا میگم نه بگریزای بالا همینجا باید جرمه کف نبودم خیلی کم مینوی کاسیت نیستن کو همین چیزا میدونی اوه کاسیت نیست کاسیت نی اونم بدنش ممکن یعنی فیتگی فیتگی وقتی که نزدیک کشیدی کرد میدرویا کو خودش میکفه هم خیلی اگه زور هم ببینیم نه من اجازت نمیتم چی گفتی؟ اگر چند خطر هم باشه ببینم بگانه که چی ببری شش کندیش؟ این زمین سسته بود ام خیلی اومد نه که یعنی معلوم نیست کی بگانه که یونه کم البیا برک شب کنم نه ها بگانه که این اوچ دیگری شای کو این بین لولوی چیش سرخه ایامو وای لولوی چیش سرخه کورچا کو کورچا رامرا بیوریجا دیتیاگور دوریم نه کورچای دیتیاگور بول بتا نه ای تو ساری ریشه را ای سر ریشه دیگه ریشش تای خوک دامون دوخی؟ تمام این نه او پوست فورینگی هن پوستی محافظوی شای فورینگی بله میگیریم میبریم چی میکنیم نصیب بوشا با نمک بعضی جا ده نمک میگن مودا نمک خود خوبی هم خمی پزه که و بچینیم یک موقعیگه یا که بس های دلت چیزی که بگه ببین کوی نو سیادمی دیگر دل اگرده نمیته دلم میگه که همون چی را برسیخ کنه همون مینه چیه؟ نه با طرف او را نره همون را خوکشا گردوندی بدن بلوش ده وای را خوکوش نگردونی همون میمرم